بسم الله الرحمن الرحیم. درس نحو 7 رو داریم که توش بحث حروف رو میخونیم، معانی حروف و اینکه تو جایگاه‌های مختلف چه معنایی دارن. اولین بحثمون معانی حروف جر. حروف جر هر کدوم یه معنی اصلی دارن و یه سری معانی دیگه‌ای دارن که توی جملات دیگه ممکنه اون معانی رو بدن. اولین حرف من هست که معنای اصلیش ابتدای غایت مکانی یا زمانیه. یعنی اینکه شما یک مقصد مکانی رو که در نظر بگیرید، شروع اون با من بیان میشه یا مقصد زمانی. مثلا خرجت من المدینه، شروع حرکتتون از شهر بوده، برش حرف من رو میاریم. یا صمت من الصباح الی المساء، از صبح تا شب، شروع این مقصد زمانی از صبح بوده. پس این معنی اصلی من هست که شروع یک حرکت زمانی یا مکانی رو نشون میده. معنای دیگه من معنای تبعیضه، یعنی ما من رو میتونیم بعض ترجمه کنیم. مثلا منهم من انجز وعده، ترجمه میکنیم بعضی از آنها به وعده خود وفا کردند. بعضی جاها برای بیان جنس یک چیزی میاد، مثلا میگیم عندی اساور من ذهب، من علنگوهایی از طلا دارم، یعنی از جنس طلا دارم. یا برای تعلیل میاد، علت رو بیان میکنه. لا یخدم اللئیم الا من حاجة، فرد پست مگر از روی نیاز، به دلیل نیاز، به علت نیاز خدمت نمیکنه. پس اینجا من معنای علت رو میرسونه. یا به معنای مقابله است، یعنی میخوایم دو تا چیز رو در مقابل هم قرار بدیم. این الجاهل من العالم، جاهل در مقابل عالم کجاست، تو چه جایگاهی قرار داره. پس اینجا من رو در مقابل ترجمه میکنیم. معنی بعدیش بدل هست، یعنی به جای چیزی. اترضى من العیش الرشید و عیشة مع الملأ الاعلی بعیش البهیمة، آیا به جای زندگی حکیمانه و زندگی با ملأ اعلا به زندگی چارپایی راضی میشی. پس اینجا من العیشه رو ترجمه کردیم به جای این نوع زندگی. خب بقیه معانی من که حالا کاربردشون کمتر هست، یکی انتهای غایت، یعنی کاملا برخلاف معنای اصلیش که ابتدای غایت بود، ممکنه که به معنای انتهای غایت که معنای اصلی اله هست به کار بره. مثلا دنوت منه، به اون نزدیک شدم، نمیگیم از اون نزدیک شدم، در واقع دنوت الیه بوده که به جاش من به کار رفته. یا به معنای مترادف با به کار میره. ینظر من طرف خفی، از گوشه چشم نگاه میکند، یعنی با گوشه چشم نگاه میکند. در واقع چشم وسیله دیدن هست، نه اینکه از مقصد، یعنی شروع مقصد باشه. یا معنی فصل و جدایی انداختن، فاصله انداختن، تشخیص. عرفت الحق من الباطل، حق را از باطل شناختم، یعنی بینشون فاصله انداختم، اون فصل بینشون رو تشخیص دادم. بعضی وقتا هم من زائده است و هیچ معنایی نداره، یعنی اصلا ترجمه نمیشه. این من قبل از اسم نکره میاد، به شرطی که اون اسم نکره یا در نقش مبتدا باشه یا فاعل یا مفعول و قبلش هم یا نفی باشه یا نهی باشه یا استفهام با حل باشه. مثلا ما جاءنی من رجل، ترجمه میکنیم که هیچ مردی نزد من نیومد، یعنی کلمه من رو ترجمه نمی کنیم، نمیگیم نیامد نزد من از مردی. اینجا میبینیم که رجل نکره است، نقش فاعل رو داره، قبل از اون هم ما نافیه داریم. هل رأیت من رجلن، رجلن اینجا نقش مفعول رو داره، من زائده است. هل اینجا استفهام قبلش اومده. هل لباغ من مفر، اینجا مفر مبتداست که مبتدای مؤخر شده، من زائده است، فقط اعراب میده ولی معنا نمیشه و خود کلمه در واقع در جایگاه اصلی خودش که مبتداست قرار داره، که میبینیم اینجا هم قبلش استفهام اومده. حرف بعدی حرف اله هست که معناش کاملا مخالف معنای من هست. من شروع مقصد مکانی یا زمانی بود، الا پایان اون مقصده. ذهبت الی المدینه، به شهر رفتم، یعنی مقصد من شهر بود. قبلا گفتیم خرجت من المدینه، از شهر خارج شدم، اون شروع مقصدم بود، اینجا پایان مقصده. کتبت الی زید، به زید نامه نوشتم، یعنی که مقصد نامه من زید هست.
یا غایت زمانی صمت الی المساء، یعنی تا شب روزه گرفتم، یعنی غایت پایان زمانی روزه من شب بوده. معنی دیگه الا تبیینه، یعنی فاعل بودن اون کلمه‌ای که به الا مجرور شده رو نشون میده، یعنی اون اسمی که مجرور به الا شده فاعل هست. اما این فاعل شرایط خاصی داره. این ساختار بعد از فعل تعجب یا اسم تفضیل، یعنی همون وزن افعل، به کار میره و معنای حب یا بغض رو نشون میده، یعنی اون اسمی که بعد از الا اومده نسبت به یک چیزی حب یا بغض داره. چجوری؟ مثلا ما ابغض الکذب الی، چقدر دروغ برای من منفوره. اینجا حرف یا که مجرور به الا شده فاعل اون ابغضه، در واقع از نظر معنا فاعل اون ابغضه هست. دروغ برای چه کسی منفوره؟ فاعل این نفرت کیه؟ اون اسمی که بعد از الا اومده. اینجا صیغه تعجب رو داریم. توی دومی مثال اسم تفضیل، ذکرک اشهی الی من الماء الزلال، یاد تو برای من از آب زلال گواراتره. اینجا داره معنای حب رو میرسونه. میخوایم بگیم که این یاد تو برای چه کسی گواراست. فاعل این کسی که داره ابراز حب میکنه کیه؟ همون یاییه که بعد از الا اومده. پس توی این موارد مبین فاعلیت، یعنی مجرور خودش رو نشون میده که فاعل اون حب یا بغضه. گاهی الا به معنای لام به کار میره. مثلا میگیم الامر الیک، یعنی اختیار این کار به سوی توست، یعنی اختیار این کار برای توست. لک الامر لک در واقع بوده. خب حرف بعدی حرف ان هست که معنای اصلیش گفته میشه مجاوزت هست. مجاوزت به معنای گذشتن از جایی، عبور کردن از جایی، که این مجاوزت گاهی به معنی حقیقی به کار میره، مثل رحلت عن الوطن، از وطن کوچ کردم، یعنی که از اونجا گذشتم، از اونجا عبور کردم. یا به معنی مجازی به کار میره، مثل اخذت العلم عن زید، علم را از زید گرفتم، یعنی به صورت مجازی علم از زید میگذره و به من میرسه، از زید عبور میکنه و به من میرسه. معنی دیگه ان معنی بدلیت هست که به جای ترجمه میشه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از روزی که هیچ کس به جای کس دیگری عذابی را دفع نمی کند. پس اینجا ان بدلیت هست و معنی به جای ترجمه میشه. بعضی وقتا مترادف بعده، اما قلیل ترحلون، از کمی، از زمان کمی می روید، یعنی بعد از زمان کمی می روید. در واقع میتونیم بگیم بعد قلیل ترحلون. بعضی وقتا هم مترادف با هست، ما ینطق عن الهوا، از هوا حرف نمیزنه، یعنی با هوا و هوس حرف نمیزنه. اگر که بعد از ان بعد از حرف جر بیاد، چون ما نمیتونیم حرف رو با حرف مجرور کنیم، توی این مورد اگر بعد از من بیاد میگیم ان حرف نیست، اسمه و معنای جانب رو داره. وقتی میگیم جلست من عن یمین الملک، یعنی جلست من جانب یمین الملک، در سمت راست پادشاه نشستم. پس توی این مورد خاص حواسمون باشه که ان حرف حساب نمیشه، چون حرف با حرف مجرور نمیشه، بلکه اینجا اسمه.